بیننده‌های عزیز گرامی، ما قورچینو هستیم. ما قورچ میچینیم. خیلی جای قورچای ما را بینید. در تای هر یک به تمه و قورچ اینا. خیلی ما میرویم و باز یک قورچ دیگر رو میبینیم. اینا نگاه کنید قورچ. چه قورچ فسون بینید. تای قورچ بینید چه فسون نه و کک بر اومده است. اینا بلوش نگاه کنید. تاره اینا نگاه کنید. افتو میزنش دست میمونی تری در دست میچسبه. اینا بین. نه قورچ بهترین. خیلی باز ما سفرمون رو ادامه میدیم. اینا اوه قورچ را بینید. انا را نگاه یک تا و دو تا رفته گیریمشونده. انا میخی قورچ میبینی در تاش قورچ را مونده میبری که از جای وای بازم چی برای قورچ از جایی که همون رشهش هست از همونجا باید همون قورچ برای انا بینیده. این ها قورچی که ما میگیریم. این ها اینجا رو نگاه کنید چه قورچای فسونه. اونجا یک تا و اینجا اونجا دو تا و اونجا سه تا چهار تا و پنج تا و انا اونجا شش تا قورچ یکی بارا میبراید. ده انا شما قورچ رو نگاه کنید. نگاه همین قورچ در تاگش مونده هم میبریش. این ها بعد میگیریش قورچ با آدم خیلی خوب است. با سلامتی آدم قورچ فایده بهترین رو قورچ میرسونه. این یک تو این از ریشهش نمیکنیش چون که باز هم براید. از ریشهش کنی دیگر نمی براید. از همین سبب قورچ رو ما با قورچه از ریشهش میبریم که تو دفعه دیگر از این دم خوشروتر و کلانتر شوند. این قورچ های ما رو نگاه کنید. این نگاه کن. قورچ بسیارتر در جای سیرالفی می شود در جای کویسون. با ما شما معلوم است که یک کیلو قورچ 75 سومانی است. ما در اینجا خودمون مهنت میکنیم میاریم میخریم و با همسایه ها هم نصیب باشد میخورن. همسایه در این کویسون هر یک کسی ما میتوانیم که بخوریم قورچ رو. در یک سال 2-3 مرتبه میتوانند که قورچ رو و سری بخورن. خیلی ما سفرمون رو ادامه میدیم و در جای خودم بودن یعنی کمی معلومات برایتون میتیم. خانه های ما ها در آنجا هستند و ما با این کویسون با این کوه ها با قورچینی میآییم. تقریبا 6-7 کیلومتر از خانه هایمان دورتر هستند. اینها خیلی با از پای قورچ کوی همون میشویم. خداوند اگر نصیب رو دهد ما در هر جایی که باشیم نصیب خودمان رو میویم. اینها قورچ رو نگاه کنید. اینا نوش مایداکن در تک شما هستن. انا قورچ های ما اینه. هر دو قورچ که ما گرفته بودیم یک کف آدم رو کف دست آدم پر میشه. خیلی تو برنامه آینده. خدا حافظ.